سلام و وقت بخیر. در این ویدیو روش ساده و کاربردی برای محاسبه وارون یک ماتریس 2x2 بدون نیاز به محاسبه همسازهای درایه‌های ماتریس ارائه شده است. لطفاً به ادامه ویدیو توجه فرمایید. دستورالعمل محاسبه معکوس یا وارون ماتریس 2x2. برای محاسبه وارون یا معکوس یک ماتریس 2x2 مانند آی بزرگ یا ای بزرگ طبق مراحل زیر عمل می‌کنیم. 1. محاسبه دترمینان ماتریس. دترمینان یک ماتریس 2x2 برابر است با حاصل ضرب درایه‌های واقع در روی قطر اصلی، یعنی A ضرب در D منهای حاصل ضرب درایه‌های واقع در روی قطر فرعی، یعنی B ضرب در C. اگر دترمینان ماتریس برابر 0 شود، آنگاه ماتریس معکوس ندارد یا وارون پذیر نیست. اما اگر دترمینان ماتریس مخالف 0 باشد، آنگاه ماتریس معکوس پذیر بوده و میتوان معکوس یا وارون آن را به دست آورد. 2. برای محاسبه وارون یا معکوس ماتریس از فرمول زیر استفاده می شود. در این فرمول I-1 بیانگر وارون ماتریس است. در مخرج 1 این علامت نشان دهنده دترمینان ماتریس است و امپریم نیز ماتریس الحاقی یا ماتریس وابسته ماتریس آ می باشد. در یک ماتریس 2x2 ماتریس امپریم را به این صورت به دست می آوریم که جای درایه های قطر اصلی را با هم عوض می کنیم، یعنی این دو درایه، و علامت درایه های قطر فرعی را تغییر می دهیم، یعنی به جای B می نویسیم منهای B و به جای C نیز می نویسیم منهای C. در ادامه به حل مثالی پرداخته می شود. مثال به این صورت است که معکوس یا وارون ماتریس B را به دست آوریم. برای حل ابتدا دترمینان ماتریس را محاسبه می کنیم. برای محاسبه دترمینان ماتریس دو طرف نام ماتریس خط عمودی می کشیم و این نشان می دهد که از ماتریس داریم دترمینان می گیریم. مساوی است. علامت گوشه های ماتریس را نیز بر می داریم تا علامت ماتریس به دترمینان تبدیل شود. دترمینان یک ماتریس 2x2 برابر است با حاصل ضرب درایه های واقع در روی قطر اصلی، یعنی 2 ضرب در 4 منهای حاصل ضرب درایه های واقع در روی قطر فرعی، یعنی 1 ضرب در 3. حاصل مساوی می شود با 8 منهای 3 اونم برابر 5. چون دترمینان ماتریس B مخالف 0 است، لذا ماتریس B وارون یا معکوس دارد. وارون ماتریس B که با B منهای 1 نشان می دهیم برابر است با 1 روی دترمینان B. دترمینان B نیز برابر 5 است ضرب در ماتریس الحاقی یا ماتریس وابسته ماتریس B. ماتریس الحاقی یا ماتریس وابسته ماتریس B نیز به این صورت به دست می آید که جای درایه های قطر اصلی را تغییر می دیم، یعنی به جای 2 می نویسیم 4 و به جای 4 می نویسیم 2. همچنین علامت درایه های قطر فرعی را تغییر می دیم، یعنی به جای 1 می نویسیم منهای 1 و به جای 3 می نویسیم منهای 3. در ادامه 1/5 را به داخل ماتریس ضرب می کنیم. وقتی عددی در ماتریس ضرب می شود، آن عدد در تمام درایه های آن ماتریس ضرب می شود.
1/5 ضرب در 4 می شود 4/5. 1/5 ضرب در -1 می شود منهای 1/5. 1/5 ضرب در منهای 3 می شود منهای 3/5 و 1/5 ضرب در 2 می شود 2/5. با استفاده از این دستورالعمل به راحتی وارون ماتریس B به دست آمد. اگر در ادامه بخوایم جواب را امتحان کنیم، بایستی از ضرب خود ماتریس در وارون آن ماتریس یکه حاصل شود. ماتریس B ضرب در وارون ماتریس B باید بشود ماتریس یکی که هم مرتبه با ماتریس B است. چون ماتریس B یک ماتریس 2x2 است، لذا ماتریس یکه خواهد بود ماتریس 2x2 که سطر اول آن 1 0 و سطر دوم آن 0 1. ماتریس B ضرب در وارون ماتریس B مساوی هست. ماتریس B سطر اولش بود 2 1 و سطر دومش بود 3 4. ضرب در وارون ماتریس شد سطر اول 4/5 منهای 1/5 و سطر دوم شد منهای 3/5 2/5. حاصل برابر یک ماتریس 2x2 است. در ضرب دو ماتریس بر هم سطر بر ستون ضرب می شود. در اینجا سطر اول ضرب در ستون اول حاصل درایی خواهد بود که در سطر 1 و ستون 1 قرار می گیرد. یعنی 2 ضرب در 4/5 به علاوه 1 ضرب در منهای 3/5. همینطور سطر 1 ضرب در ستون 2 درایی خواهد بود که در سطر 1 و ستون 2 قرار می گیرد. یعنی 2 ضرب در منهای 1/5 به علاوه 1 ضرب در 2/5. سطر 2 ضرب در ستون 1 درایی خواهد بود که در سطر 2 و ستون 1 قرار می گیرد. می شود 3 ضرب در 4/5 به علاوه 4 ضرب در منهای 3/5. در نهایت سطر 2 در ستون 2 ضرب می شود و حاصل درایی می شود که در سطر 2 و ستون 2 قرار می گیرد. 3 ضرب در منهای 1/5 به علاوه 4 ضرب در 2/5. این هم مساوی هست. 2 ضرب در 4/5 می شود 8/5 به اضافه 1 ضرب در منهای 3/5 می شود منهای 3/5 و 2 ضرب در منهای 1/5 می شود منهای 2/5 به علاوه 1 ضرب در 2/5 2/5. 3 ضرب در 4/5 می شود 12/5 به اضافه 4 ضرب در منهای 3/5 منهای 12/5. 3 ضرب در منهای 1/5 می شود منهای 3/5 به اضافه 4 ضرب در 2/5 8/5. این هم برابر است 8/5 به علاوه منهای 3/5 می شود 5/5. منهای 2/5 به علاوه 2/5 برابر 0. 12/5 به علاوه منهای 12/5 0 منهای 3/5 به علاوه 8/5 می شود 5/5. این هم مساوی هست. 5/5 برابر 1 و سطر اول می شود 1 0. در سطر دوم هم 0. 5/5 برابر 1 است. چون از حاصل ضرب ماتریس B در وارون ماتریس B ماتریس یکه حاصل شد، لذا جواب به دست آمده صحیح است.